تا اینجا فعلا نگیزشیم بره از این میتونه 1000 بگیر که تا آخر فشار بده. داخل برنامه‌ای که برای اون نوشتن فعلا همین اندازه حد اکثر کاملا به صورت دیجیتال هسته و دیگه قطعات مثل ضربان قلب و سنسور فشار رو از قابل نصب هست. مریض مقاومت میکرد مقابل همین تنفس بتونه به حساب پروسه به حساب خاتمه بده که شوشای از اون راستی نده. این توانایی هم تیم ما داره که این امکانات هم اضافه بکنه. فعلا از چوب ساختیم خاطر که دست ما به طراحی و تغییر از این واسطه باشه فاضل پیدا کنه. چیزی که تنظیم خود هواش هست از طریق این تنظیم میشه چون پیش این کش میکنه یا میره جلو. این سفت میشه اینجا. من فقط نمونه لابراتوری آوردم داخل سیستم به همین شکل است. ولی تنظیم از این اون موتور بعدی که الان فعلا پیدا نشد بازار واسه بود تنظیم میشه. دور موتور تنظیم میشه. ما واقعا ساده فقط چون ما برای طراحی از این مدل به مدل لازم بود تغییر بدیم. جان ها ریت تنفس افزایش شده مال سریعتر به حساب همون کارو داره انجام میده. یا این که پمپاژ میکنه این قسمت باید اسفنج یا نرم باشه که باعث کفیدگی انبوبک میشه. شما متوجه حالت کربی ما در نظر گرفتیم یا منحنی باشه که حالت اینجا که نرمتر باشه چون ما کورکتور که ما دارن 4 5 تا